مهرداد ششم، مشهور به مهرداد بزرگ، ابرجنگاوری تنومند ایرانی از خاندان هخامنشی و دولت مهردادیان در پونتوس که او رو هرکول زمانه میدونستن و خود وی به تقلید از هرکول پوست سر شیری رو بر سر میکرد. رومیان به اون لقب هانیبال شرق رو دادن و جنگیدنش در میدان نبرد رو نه به شکل یک انسان بلکه به شکل یک حیوان وحشی و در رنده نوشتن. اون تنها مردی در تاریخ بود که عشایر ایرانی استپ مانند سکاهای دانو و سرمتیان را نه فقط شکست داد بلکه آنان که شیفته قدرت‌های بدنی اون بودند اونو به عنوان آگاه خویش پذیرفتند. در آخرین درگیری مهرداد در جنگ تن به تن، تنومندترین جنگاور سکایی و اسبش رو با یک ضربه شمشیر خوابوند و سپاه سکایی سر تعظیم فرود آورد. دوبار قهرمان مسابقات نوشیدن شراب و خوردن خوراک شد و بدین ترتیب لقب دیونیسوس یا خدای شراب رو گرفت. تنها مردی بود که در مسابقات عرابه رانی یک عرابه 16 اسبی رو توانست مهار کنه. بر 22 زبان مسلط و اولین ایمونولوژیست جهان هستش. از سمشناسان به نام تاریخ، فیلسوف و نویسنده بود. رومیان در مورد سرعت دویدن اون نوشتن که چنان بود که حتی میتوانست به آهو برسه. زرهش رو به معبد دلفی اهدا کرد و شرط گذاشت که هر کس بتونه زره رو بپوشه و حرکت کنه جایزه بزرگی به اون اعطا میکنه. 7 سال از کودکیش رو در وحش و جنگل ها گذرون و به تعلیم بدن و آموزش خود پرداخت. در تیراندازی و سوارکاری بسیار ماهر بود. با بزرگترین سرداران تاریخ روم جنگید. در این 40 سال جنگ با رومیان توانست یونان از جمله آتن و اسپارت و زادگاه اسکندر یعنی مقدونیه رو فتح کنه و در آخرین سال عمرش نیز در حال جمع‌آوری نیرو برای حمله به ایتالیا و شهر روم از طریق بالکان بود که سپاهش به رهبری پسر خیانتکارش فارناک علیه او شوریدند. مهرداد که در این زمان پیرمردی سالخورده بود، در حالی که جز چند نفر از دوستانش کسی برایش نمانده بود، با شمشیر به جان شورشیان افتاد و جمعی زیاد از آنها رو به خاک افکند. اما با کشته شدن اسبش جنگ کنان بر روی پله های دژ خود را به داخل دژ انداخت و در رو بست. سرانجام در دژ پانتیکاپائو در کریمه برای اینکه افتخار کشتنش رو به دشمنانش نده دست به خودکشی زد. بدین ترتیب با مرگ او ایرانیان بزرگترین رهبرشون مقابل امپریالیسم رو از دست داد.